خب سوالایی که میخوام بپرسم سوالایی که از بچه‌ها جواب‌آوری کردیم و نمیگیم تهش هم سوالا رو کی پرسیده. خب مهم نیست. اگه قرار بود که جای یکی از بچه‌ها کار کنین کدوم رو انتخاب میکردین؟ کدوم پوزیشن رو انتخاب میکردم؟ شخصش هم بگی. اشکان میساقی. برنامه نویس. توسعه رو دوست دارم. اصلا حل کردن معما رو دوست دارم. حسابداری هم دوست دارم. دوست داری حسابداری؟ کلا حل کردن معما رو دوست دارم. اختلاف حساب و باگ برنامه نویسی و توسعه و نویسی. کی تو شرکت بیشتر تو مختونه؟ تو مخمه؟ خب اینه که نمیخوام بگم. نمیخوام بگی. اگه حتما بعد اسم یکی رو بگم. اگه با 5 نفر بخوایم بریم سفر و خیلی بهتون خوش بگذره کیا رو انتخاب کنید؟ خب علی نعیمی اولیشه چون باهاش تجربه سفر دارم. میلاد باهاش خوش میگذره. آقای دفاعی. مثلا خانم ایران نجات خیلی. خانم صبحانی. ماشین پر شد دیگه. اگه یه روز شرکت نباشید شرکت رو به کی میسپاریم؟ به غیر از مدیران. به کسی نمیسپارم. چون یه روز دیگه هر کی کار خودش انجام میده. چرا انقدر اتاقتون گرمه؟ چون دریچه هوا نداره. من خودم آدم خونگرمیم. خردادی بودنتون باعث شده مودی باشید؟ اعتقادی ندارم ولی بعضی خصوصیاتشو دارم. اگه به روز اول آیتیون برگردیم چه چیز متفاوتی انجام میدیم؟ خیلی توسعه رو زودتر انجام میدیم. محصولات رو بیشتر میکردیم. بزرگترین لحظه‌ای که باعث شد به آیتیون افتخار کنیم کی بوده؟ میتونیم ادعا کنیم که الان جزو 3 تا یا 4 تا سایت پرتنوع با اصالت و با کیفیت کالای دیجیتال یا برقی هستیم. بیشتر رو تنوعی که داریم. حالا اسم جزئیاتش رو دیگه نمیخوام. آیتی هومو 5 سال دیگه کجا میبینیم؟ اطلس مال. باهوش‌ترین فرد شرکت کیه؟ بازم چیه؟ دروازی نباشه. نه آخه باهوش از نظر من یه چیزه. از نظر من وقتی یه کاری بهش میسپاری میره خودش اتومات انجام میده بدون سوالی بدون این میشه باهوش. مثلا من فکر میکنم خانم بروجردی یکی از باهوشاست. میگم اگه قرار باشه یکی از قوانین شرکت مثلا رفتار سازمانی که میگین شما اگه بخوای یکیشو حذف کنی کدومو حذف می‌کنی؟ وقتی همه اینا رو خودم انتخاب کردم کدومو حذف کنی؟ نکنه شما جای ماییم. خب یکی از قانونا حذف کنید با من کردن خب 100% جریمه. ولی کارمو درست انجام میدادم که جریمه نشم. تنبل‌ترین قنبریه. یعنی اگر کل حقوقش هم صفر کنی بازم دیر میاد. خب قنبری که منم دیرتر میاد. نه قنبری اون یکی اصلا نمیاد. آها اشکان آره. نه اگه من قراره اشکان خب آره اشکانم دیر میاد. علاوه بامزه تو مخم هم هست این کار ولی بامزه هم هست که این کارو باز انجام میده. مثلا میاد یکی جلوی در وای میسته میبینه من دارم با تلفن حرف میزنم یه ربم شده وای میسته. کی؟ مایه دستشویی مثلا چه برندی بگیره خانم رضایی مثلا سوال در همین حده یه رب وایساده اونجا تلفن‌ها رو هم جواب نمیده. جدی ترین فرد شرکت به جز مدیریتی‌ها در لحاظ چهره‌ای و رفتاری بخوای بگی فکر می‌کنم علی جابری که تازه باهامون شروع کرده. شیطون ترین فرد شرکت اونه. اون دیگه میلاد داره. پشت همه میزا می‌بینی همه یه روز نیاد کلا شرکت آرام میشه کامله. اونم میلاده 100%. سبا مثلا حرف گوش کن. آره سبا یکی جای خودم بذارم امیرحسین فلاحتی رو میذاشتم. نه بخوام یکی رو بگم که نه شاید ببینه. نه چی دوست داشتیم بپرسیم که نپرسیدیم؟ رنگ مورد علاقه چیه؟